بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقتش شده بود که برگردم خونه. بله. کارل، منم سویی. چه خبر سویی؟ چی کار داری؟ راجر مادرمونه، اون مرده برادر. هی، دستتو ببر بالا. گروو استریت، خونمون. حداقل قبل از اینکه همه چی رو به هم بریزم. I'll kill you. Where are all the Johns tonight? میخوای تا برونی؟ آره عالیه. ماشین خوبی داری اسموک. تو منو میشناسی، ارزش واقعیشو نگهدار، ارزششو. من این 5 سال گذشته واقعا دلم برات تنگ شده. ای سلام بچه‌ها، ببینین کیا پیدا کردم. هی کارل، از دیدنت خوشحالم. باورم نمیشه که اون مرده مرد. این یه مدرسه ختم دیگه است که تو پیچوندی احمق. درست مثل برایان. ای اون مادر منم بود. پس 5 سال گذشته کجا بودی؟ ولم کن. هی، داری کدوم گوری میری؟ برو کنار، میخوام برم سیزو ببینم. باشه برو. آره جون خودت، ولی بهتره سر به سر اون عوضی ها نذاری. تو فکر میکنی کی هستی؟ لااقل شخصیت دارم. نه که تو خیلی آدم حسابی هستی. کارل بهش بگو. اون هیچی نمیتونه بگه. اگه باش خوب رفتار کنی چه عیبی داره؟ چطور میتونی این حرفو بزنی؟ انگار به تو ربطی نداره. لعنت به تو. لعنتی دوباره شروع شد. گندشو در آوردین همه چی رو. منظورت چیه؟ چی؟ به غیر از اینکه مادرت مرده همه چی به هم ریخته. بذار یه چیزی نشونت بدم. تونی اونجا خاک شده، دویل کوچیک اونجا، دویل بزرگ اونجا. همه قاطی کردن. اول به هم تیراندازی میکنن، بعد سوال و جواب میکنن. ماشین بالاسا دارم میان این طرف. لعنتی ماشینم. باید برگردیم به محله. اینجا چرخیدن دیوونگیه. یه دو چرخه بردار پا بدن اگه یادت نرفته. دنبال من بیا. همه چی اینجا فرق کرده. بیا بری کنار. سیجی مواظب خودت باش. چطوری انقدر بد شد؟ فکر کردم اینجا منطقه خانواده است. اونا خانواده تیم پلدرای بند دیگه، ما باشون کاری نداریم. تکون بخور سیجی، تکون بخور. لعنتی ماشین بالاسا، جدا بشین. پا بزن آشغال. تو دست و پا چلفتی سی جی. پس چرا عقب میفتی؟